بلیاز خدا، چیزی که میگی عقل انسانم قبول نمیکنه. بی بچیم، کمی که خوب شدی باز در ای باره گپ میزنیم، درست است؟ یک بار زخمای عملیاتت کمی خوب شوه، بالاخره تو از جانت چی میخوایی؟ بس است دیگه. حالا کم استراحت کو بچی قندم، مام بیرون میرم. ما کاملا خوب هستم، هر گپی را که میگم فکر کردم میگم، تشویش نکنین. ما خودتو فکر نمی کنم بچی. و ما چیزی تغییر نکده و گپایی که پیش از حادثه گفتیم عمل میکنم. یوسف جان، باید داشته باش که این موضوع تنها بین ما و تو نیست. بعد از اقا کارایی که باده برات کرده نباید از او دختر بگذری، فهمیدی؟ این گپا باید داشته باش. اگه باده در این حالت می بود ما هم این کارا میکردم. گرده خدا برم داده، اما مجبور نیست تمام عمر خدا فدای مکنه، همه تو نیست؟ بچیم تو چرا اینقدر به احساس هستی؟ من خود نفهمیدم. ها؟ هیچ دلت به او دختر نمیسوزه؟ ها؟ او دختر چرا اینقدر فداکاری در حقت کرده؟ بگو. به خاطر که دوستت داره، به خاطر که تو در تمام عمر در کنارش باشی. تو اما قسم ازش تشکر میکنی؟ گپا تغییر نتین مادر، فهمیدم. ما از شما که بیشتر در فکر باده هستم. اما این گپام فراموش نکنین که من کسی دیگر دوست دارم. همراه باده زندگی کردن نمیتونم. بچیم مادر، برای آخرین بار براتون میگم، باده را طلاق داده همراه هوا عروسی میکنم. بهتر از شما موافقت کنید. بیادر؟ او وقت شنیدم بسیار ترسیدم. نترس خواهر جان، من خوب هستم. بشی. اوه باده دخترم، تو چرا یک قسم بیرون شدی؟ کم متوجه باش لطفاً. همراه یوسف گپ زدن، چی میگه؟ او دیگه چی گفته میتونه دخترم؟ منت داره تو از یک دانی. او حتی از من به خاطر این کار تشکرم نکرد. قسم میخورم یک لحظه پیشم هم گپ گفت از هیجان زیاد حتی تشکرم ازش نکردم. اما تشویش نکو یک دانیم، بچه ما بسیار احسان شناس است. حتما دلت به دست خاط آورد، تشویش نکن. خوب است. درباره هوا چی میگه؟ هنوز امور رو یاد میکنه؟ دخترم حالا دیگه موضوع هوا برای همیش بسته شد، فهمیدی؟ دیگه نامشان به زبان آورده نمیتونه. از شرم نامشان نمیگیره، از شرم. در ضمن نفر مده تعقیبش است، تشویش نکن. یا دستگیر شده یا دستگیر میشه. البته وقتی که دستگیرم شد باز بیبی که من امرش چی میکنم. انشالله اگه این بارم از دستشان فرار کنه هر دوی ما به مشکل مواجه خواهد شدیم مادر جان. تشویش نکو یک دانیم. حالا تو برو کم استراحت کو، خسته هستی به خاطر که عملیات شدی، از این خاطر. آی از دستشان دیوانه خود شدم. به کی زنگ میزنی بیادر جان؟ بیادر اگه میخوایی موبایل تا از پیش مادرم بگیرم، بعد از حادثه لوازمت مادرم گرفته پیشش است. یعنی در زمان عملیات امکان داره که موبایل تا خاموش کرده باشه.
زنده باشه زیاد برام کمک میکنه. چی گپ از بیادر جان؟ بین شما و مادرم چی جریان داره؟ بعد از مریض شدن پدرم رفتار شما کاملا تغییر کرده. تو هیچ قصهش نباش خواهر جان، فراموشش کن. خدا لعنتت کنه، یک همی کم بود. تو کوشش خودت کو، من کوشش خودم میکنم حمیده خانم. ببینم که کی برنده میشه. خیرت باشه، حادثه کردین کمکتان کنن؟ نه پرس از ساله بعد ماز بیادر. اگه خواسته باشین کمکتان کنن. زنده باشی بیادر. من خودم یک بار بررسی کردم، لیلیتر موتر سوراخ شده. کمک! لطفا کمکم کنین. بیادر، به نظرم خانم بیادر کدام مشکل داره. ببین ترا صدا کده میره. خدا لعنتت کنه. خوب زن را مشناسین دیگه. با خاطر یادسه کمی ترسیده بیادر. کمی هم مریض است، موترم به جای خراب شده. فهمیدم بیادر، من طرف شهر میرم. اگه خواسته باشین شما را میبرم. تو زحمت نکش، من با یک دوستم زنگ میزنم. تشکر. زحمتی چی بیادر جان، خدا را شکر تا هنوز انسانیت از بین نرفته. گفتم نه که زنده باشی بیادر جان، برو به کارت برس. خودت میفهمی بیادر، اگه نه با ما کدام مشکلی نیست. خیرت از سلطانه خانم، به چیزی ضرورت داره؟ نه خیر، زنده باشی، به چیزی ضرورت ندارم. من خوب هستم. خواستم یک بار یوسف خانه ببینم. با تشویشش بودم، میخواستم ببینمش. بله، بیشترین صدمه به اونا رسیده خانم. حالا چطور هست؟ نمیخوام خبر بد بشنوم. نه تشویش نکنین، حال بسیار خوب هستن. شب یک عملیات سپری کردن. خوب است. میتونم حالا ببینمش خانم؟ داخل دهلیز دست چپ اتاقشان است. فکر کنم حالی دیدن نمیتونین، به خاطر که نو عملیات شدن. فکر نکنم دکترها داخل اجازه بدن. درست است. شکر که خوب است. اگه بعداً ببینمش فرق نمیکنه. با کسی زنگ زده یا کسی با پرسیدنش آمده؟ وقتی شب نوکری وال بودم خود ندیدم. اگه خواسته باشین از همکاره خود پرسیده براتون خبر میدم. نه خیر، زحمت نکش، ضرور نیست. بریم دیگه، زیاد سر و پا استاد شدین کافی است. شما عملیات شدین، باید استراحت کنین خانم سلطانه. صحت یوسف خان بسیار خوب است. نتایج خوب به دست آمده بعد از عملیات بسیار عالی است. خدا را شکر. به خاطر توافق بیشتر اعضای بدنشان کم به وقت ضرورت دارن، اما دکترها به مثبت بودن نتیجه باور دارن. انشالله دخترم، انشالله. اگه من بتونم کمی صحتمند شوم تو با پای خود پیش بچیم برم بسیار خوب خواهد شد. دیگه آرزو ندارم. باید کم دگم صبر کنین یولموس خان. درست است دخترم، درست است. کسی را به داخل اجازه ندین، من میخوایم استراحت کنم. متاسف هستم، میشه دیگه وقت بیاین لطفا؟ یک دقیقه اجازه میتین کاکا جان؟ سرشان فشار نیارین. چند دقیقه پیش همراه دکتر گپ زدم. خدا را شکر که خوب هستین. بعد از اینکه از مریضیتون خبر شدم بسیار ترسیده بودم کاکا جان که شما را خدا نخواسته چیز نشه. دویده پیشتون آمدم.
از جگر خونی زیاد در پشت دروازه شبا منتظر موندم. فکر میکردم پدرم هستین. حالا اگه قسم ازم روی بگردانین باز من نمیفهم که چی کنم و کجا برم. دیگم جگر خون میشم کاکا جان. مرا کاکا صدا نکن لطفاً. چرا صدا نکنم؟ ها؟ با کدام دلیل کاکا جان؟ میفهمین که ما هیچ وقت از هم جدا نمیشیم، اما ات فکر میکنم کسی میخواه بین ما اختلاف ایجاد کنه. از روزی که من از اتاق کشیدین من با این فکر هستم که ما چی کار کردیم کاکایم از من ناراحت است، اما هیچ کسی برام چیزی نمیگه. اگه گناه من برام بگوین شاید براتون توضیح داده بتونم کاکا جان. بیبی محمد، اگه دنیا را آب بگیره مرغا بیره تا بند پایش است. تو فقط به فکر خود سیما میفهمم. خانواده ما چی خطر را سپری کرد. یوسف با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. تو آمدی و میپرسی که گناه ما چی است. ایم شد دلسوزی. از اتاقم بیرون شو، زود باش. این کارو نکنین کاکا جان. حوصله بحث کردن با تو را ندارم محمد. حال برو. وقتی که جور شدم باز همراهت گپ میزنم. حال از پیشم برو. پرستار کمی دیگه فکر کن، شاید دلیلش خودت پیدا کنی. گفته بودم سرشان فشار نیارین، میشه براین لطفاً؟ باده؟ گفتن که تو خوب هستی. ای چی وضعیت است؟ این سیروم برای چی است؟ باز بلند شدین باده خانم. عملیاتتان عادی نبود، کمی متوجه باشین. لطفاً زیاد خود خسته نسازین. چی گپ شده باده؟ میشه برام بگویی؟ راستش من یک گرده خوده به یوسف دادم محمد. چی گفتی؟ بس از زیاد سوال نکن، چیز نگو. باید این کار میکردم محمد، چاره نبود دیگه. یعنی تو یوسف رو به این اندازه دوست داری؟ امیدوار هستم قدرت بفهمم. اگر قدری کارت نفهمم باز او وقت با ما مقابل خواهد شد. محمد لطفاً. چی کنم؟ قلبم آتش گرفته میره. هر وقت که من تو را میبینم جگرخون میشم. به هر صورت داخل برو، کم استراحت کن. میخوایم کمی قدم بزنم. درست از ما میرم. میخوایم تنها باشم. فشارتان کاملا عادی است یوسف خان. حالا براتان پیشگویی میکنم.
میشه برام یه قلم و کاغذ بتین؟ البته یوسف خان. بفرمایین قلم و کاغذ. زنده باشی. به چیز دیگه ضرورت ندارین؟ تشکر میکنم. زندگیم گفتم پیشت میایم اما آماده نتونستم. یک حادثه کردیم، در شفاخانه هستم. امی که خوب شدم عاجل پیشت میایم. منتظرم باش. بیادر دیگه چی وضعیت است؟ ما خودش نفهمیدم. این کار قدر ساده نیست. این دختر مرا از بین خواهد برد. خدا را شکر وقت زنگ زدی دمی نزدیکا بودم. زنده باشی. هر جایی که رفتنی است روانش که خود از این غم نجات بده بیادر. بیازو مام می کارا میکنم. پاسپورت و شناسنامه‌ت پیش دست یا نه؟ در گردن ما ویزان است. در خانه است. بیبی دختر همراه ما خدا نزن اگر پشیمان میشی. خب پس میدان هوایی بریم ببینیم که کی خود همراه کی میزنه. ما میفهمیدم که همراه چی کنم. اما صادق طرف راز برو که پاسپورتش بگیریم. باده؟ تو خوب هستی؟ من خوب هستم. میخواستم یوسف ببینم. خوب است باده، اما فعلا یلماز در داخل است. امیال صدایش کرد. بیادر میخوام رش به تنهایی گپ بزنم. چرا به تنهایی؟ مام نمیفهم، شاید درباره کارش باشه باده جان. چند دقیقه پیش از موبایل ما به کسی زنگ زد. به کسی زنگ زد؟ تو تشویش نکن، ما موبایل خود برش دادم. تو به مریضی که تازه عملیات شده موبایل دادی منور؟ آفرین به تو. باده جان تو چی میگی؟ خوب هستی؟ موبایل دیگه به بیادرم چیز رو خاطر است نفهمیدم. میبخشی، معذرت میخوایم. راستش من در این وقتا زیاد به تشویش یوسف هستم عزیزم. گفتم تازه به هوش آمده. چرا اینقدر زود باید شروع به کار کنه؟ بیادرم خو میشناسی، اگه مریضم باشه نمیخواین از کار خود خراب بسازن. چند دقیقه پیش به چند نفر زنگ زد اما اونا جواب ندادن. شاید با او خاطر یلماز خواسته. کدام کار مهم داره؟ حتما همین قسم است. پس ما میرم تا که یلماز از اتاق یوسف برای همراه پدر خود چند دقیقه گپ بزنم. تو میفهمی که او کجاست؟ نه، من فکر میکنم که شاید در قهوه خانه باشه باده جان. راستش دیروز کمی با هم گفتگو کردیم. البته گناه ما هم بود. از دیروز تا حال جیگرخون هستم. گفتم شاید اگه ازش معذرت بخوایم مرا ببخشه. اگه ازت خواهش کنم صداش میکنی؟ البته اگه پیداش کردم میگم پیشت بیای. درست است، اما راحت هستم. زنده باشی. تو قصه کن اگه پایتا مشنوم. راستش چی بگیم یوسف خان؟ وقتی دکترها گفتن کل ما زیاد ترسیدیم. کاکاسن و آقا جلالم با پالیدن یک گرده شروع کردن. مام به حد خود پرس و پال کردم، دیدم که از ما چیزی ساخته نمیشه. بعد از او فکر کردم که شاید از ما تو با هم سر بخوره. به خاطر او ماینه کردم. به شفاخانه آمدم اما باده خانم
بدون کدام تأخیر به عملیات رفته بود. میفهمم. یلماز، من از تو یک خواهش دارم. البته بفرمایین، امر کنین. در خانه کوهستانی یک میمون دارم. این گپ بسیار مهم است. گپ ما فهمیدی؟ چند روز میشه با دیدنش رفته نتونستیم. شاید آب نان و چوبشم خلاص شده باشه. یک بار ببین به چیز ضرورت داره یا نه. البته هر چیزی لازم باشه انجام دو میدم. منطقه از طرف شب دوست پیدا میشه. اگر لازم بود یک هتل ببی اونجا ببرش. درست است؟ شما راحت باشین، فقط نشانیش برم بتین، تشویش نکنین. وقت کار خلاص شد باز برتان احوال میتون. نشانش دهی نوشته است. میشه ایران به او بتی؟ البته یوسف خان. یلماز، از این گپ کسی خبر نشه. شما تشویش نکنین یوسف خان. یلماز یک دقیقه صبر کن. همراه یوسف درباره چی گپ زدن؟ از تو چی خواست؟ چیزی نه، درباره کار بود. با ما دروغ نگو. او ورقی که در جیبت ماندی دیدم، باید برام نشان بدی. باده خانم. زود شو نشانم بده. باده خانم، لطفاً مرا کمک کنین. پرستار. نمیفهم به خاطر چی. همون باده نیست؟ بله باده است. باده، دخترم باده. چشمای تو باز کن دخترم. چشمای تو باز کن دخترم. تو چی شده؟ تشویش نکنین، حتما فشارش پایین آمده. حال با اتاقش میبریمش. پاسپورتت در کجاست؟ در اتاق خواب است، در داخل روک. شایدم در الماری. درست نمیفهمم. دعا کو که در جایش باشه. تو هم متوجهی باش. میبخشین آقا، اما من باید تشناب برم. تالت بیادر بیایه، مشکل خود به او بگو. دوری ما تحمل کده نتونی سنین؟ ما خود گفتم که بدون ما زندگی کده نمیتونیم. شما مرا اخراج کردین، اما ما پشتش اعلان نکردم. دختر در پیشم است. ما میخواستم به شما زنگ بزنم. بالاخره پیدایش کردی؟ از شب تا حال هیچ خواب نکردیم. تصمیم گرفتم اگه سرمان بره او دختر براتان پیدا میکنم. پیدایشم کردم. آفرین. خب فعلا کجاستین؟ پاسپورتش از خانه گرفتم. هر وقت که بخواین به میدان هوایی میبرمش. خوب است. حال خوب گپم گوش کن. در همون جایی که قبلا رفته بودی باز برو. با 2 نفر تکت بگی. این بار هوشیار باشی، فهمیدی؟ 2 چشمت فقط متوجه او باشه. بچه شما میده خانم، تشویش نکنین. در استانبول یک لحظه از پیشش دور نمیشی. طلعت گپم فهمیدی؟ خودت او را سوار تیاری امریکا میسازی. خیالتان کاملا راحت. احمد، دختر چی شد؟ تو همی قسم از امانت محافظت میکنی احمق.
2 کیلو بوره خریدی و خیال کردی تمام بوتا رو گرفتی. خانواده ما کلان است، فقط ما تنها میخورمش. زهرا خانم. سلام دختره. چطور هستین؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ مام خوب هستم، زنده باشین. در خانه خسته شدم، خواستم کمی قدم بزنم. میفهمی چی شده؟ تلفن خودم فراموش کردیم. از خانه شما تلفن کردم، میتونم خانم زهرا؟ البته خانه خودت هست. دست من از یک سوال داشتم. اشتباه فکر نکنین، گفتم کدام سوی تفاهم نشده باشه. خواهش میکنم بفرمایین. تو نام خود هوا گفته بودین دخترم، اما وقتی روزنامه را خواندم دیدم که نام خانم یوسف خان باد است جانه. تو کاملا احمق هستی. دروازه موتر قفل نکرده بیرون برآمدی گپ میزنی؟ فقط که برات نگفته باشم کو دختر شیطان بازی داده. چی بفهم بیادر؟ دستای دختر با ریسمان بسته بود. چی میفهمیم دستای خدای لاکده فرار میکنه؟ گپ ما گوش کو رفیق. حال دیگه پیدا کردن از وظیفه تو هم است. دی آخر کار به حمیده خانم گفتن نمیتونم که دختر فرار کرد. بیازو از دستش دیوانه شدیم. درست است بیادر. اگر برم پس کجا میره؟ ما دیگه نمیفهمم. باید تمام جای به دقت بررسی کنیم. یک جایم نمونه. حالا بریم. ما چند دقیقه پیش برات گفتم که به ما باور داشته باش. بیبی در اولین پرواز دختر پیش پدرش روان میکنم. البته اگه باز از پیششان فرار نکنه. فرار کردن اقدر آسان نیست. ای بار هوشیار شدم. نفر ما امرایش میره. من خو میگم به او دنیا روانش کنین. فقط از یوسف دور باشه و بس. اگه وقت دارین کسی به دیدن شما آمده. روانش کو دخترم. تا شما را ندیدن یوسف خان جلوم نگرفت. گپ دکتر فراموش نکنین یوسف خان، فقط 5 دقیقه وقت دارین. خود زیاد خسته نسازین. درست است. دیدی دخترم؟ گفتم شوهرت تا تو را نبینه راحت نمی باشه. حتما پیشت خواهد آمد. شما را تنها بانین مادر. گپ پرستار فراموش کردی یوسف؟ حالا دیگه خسته هستیم. بعدن باز گپ بزنین بچیم. بیا از او وقت زیاد پیش روی دارین. میشه بیرون برین مادر جان؟ البته. خدایا تو برم صبر بدی. کدام مشکل پیش آمده خانم؟ باده چطور است؟ چی مشکل بوده میتونه؟ هیچ مشکل نیست آقا جلال. بادام خوب است. یوسف و دیدن خانم خود آمده. ما هم گفتم باش که تنها بانمشان بیرون برآمدم. یوسف چطور است؟ حال خوب است نه خانم بیادر؟ خوب است حسن جان، خوب است. خدا را 1000 بار شکر. بچیم بخیر خوب شده میره انشالله. منور جان برو دخترم یگان چای قهوه بیار. اگنی از سردردی دیوانه خود شدم. ده اتاق و ده ای اتاق رفته بیخی سردرد شدم. با نوشم که کمی اعصابم آرام شود. درست است مادر جان. یک صدا رو شنیدم که میگفتن ضعف کردی. حالا خوب استی باده؟ خوب هستم. هیچ فکر نکرده بودم که تا این حد سرم فشار میآید. کمی به حال هستم اما خوب میشم یوسف. این کار تو یک فداکاری بزرگ است. ای که چرا ای کار کدی نمیفهمم. اما با شانای ما بسیار یک مسئولیت بزرگ ماندی. چی منامت یوسف؟ من حتی یک ثانیه هم تردید نکردم. لطفاً تو می قسم فکر نکن. تو از اول برام اهمیت داشتی. برات بسیار اهمیت میدادم.
هر وقت با ما ضرورت داشتی ما در کنارت خواهد بودم بالا. فراموش نکن. زنده باشی یوسف. در کنارم هستی و تو خودت برام نمیگفتی که راه درازی را پیش روی داریم؟ ما و تو بسیار وقت میشه که در این راه دراز قدم ماندیم. همه که تو را هر صبح حتما ببینم و در کنارم باشی برام بزرگترین تحفه است. یوسف ای رو بفهم که من تو رو از جان خودم کده زیاد دوست دارم. به امروز همه قبض است. حالا باید هر دویتان استراحت کنین. فکر کنم جواب ندادن دختره. حتما تا جلسه هستن زهرا خانم. پس به خانم حمیده زنگ بزن که به عروس خود یک موتر روان کنه. بله شما درست میگین، اما شماره حمیده خانم هیچ بیادم نیست. آی توبه، آدم شماره خوشی خود فراموش میکنه. به نظرم پیش من شماره قصر بود. من میرم که برات بیارم. نه ضرور نیست، به زحمت میشین. من میرم، اگه بیا اومده خانه نباشم من تشویش میشه. یک گلاس قهوه نوشیده برو جانه. باز کدام وقت دیگه انشالله. من دیگه خانه میرم، شاید آماده باشه. خانم هوا باز منتظرت هستم. هوا باده خانم. یه هر دو نامه که یک جای بگویی بسیار خوب معلوم میشنه. بسیار جالب است. دیگه هیچ وقت فراموشم نمیشه. زنده باشین. راستی به حمیده خانمم سلام برسان. بچشم سلامتونم میرسونم. روز بخیر. اینجا کسی هست؟ روز بخیر. در داخل کسی هست؟ توبه. زنده باشی امین جان، زنده باشی. میبینی خدا را شکر این خطرم به خیر دفع شد. واقعا سر حال معلوم میشین. باور کنین بسیار خوش شدم. تشکر میکنم. زنده باشین. امین جان ازت یک سوال دارم بشیم. بفرمایین یلماز خان. اگه یک آدم کسی را به جرم یک کار تحریک کنه چند سال زندانی میشه؟
فهمیدن نتونستم درباره قضیه زخمی شدن یوسف خان گپ میزنیم. اول تو به سوال ما جواب بدی امین جان. میبخشین، در اصل قضیه کم مغلق است. اول باید دیده شود که ماهیت جرم چی است. آیا راهی به خاطر سبک ساختن جرم وجود داره؟ خب اگه بغیر از جرم کدام جرم دگام داشته باشه مثل خیانت، یعنی تقلب کاری و غیره، او وقت چی خود شد؟ چند سال زندانی میشه؟ قسمی که گفتم این قضایا به بررسی دلایل حکم میشه، فقط اظهارات کافی نیست. معذرت میخوایم اما اگه قضیه یوسف خان باشه باید یک پرونده جدید برش جور کنیم. نمیفهم که به چه قسم بگویم. امین جان بشنو بچه، من از تو یک خواهش دارم. حال ساعت چطور است بیادر؟ میمان داری؟ چطور هستی امین؟ زنده باشین آقا حسن. امین جان در پایت برکت بچیم. من باز بعدن برات زنگ بزنم. بازم شفا باشه یلماز خان. روز بخیر خان صاحب. روز بخیر. خیرت است بیادر؟ کدام مشکل داری؟ نه حسن، مشکل چی خدا نکنه. بیچاره خیر ببینه، به دیدن ما آمده بود، بچی خوب است. شما چیزی رو میپالین آقا محمد؟ کاکا امروز که سرش حمله آمد به شرکت آمده بود. او روزه میگین؟ تو لاوده هستی؟ نمیفهمی که چی میگم؟ گفتم روزی که سرش حمله آمد به شرکت آمده بود. نه خیر آقا آمده بودن. درست است، رفتم میتونی. تو آمدی الماس. چی کردی رفتی؟ به هتل رساندیش یا داشته برش دادی؟ یوسف خان نشانی را که برم داده بودین رفتم، اما در اونجا هیچ کسی نبود. یعنی چی که کسی نبود؟ مطمئن هستی اوجه را دقیق دیدی؟ مطمئن هستم. تمام اتاقا را دانه سیل کردم. البته معلوم میشد کسی در اونجا زندگی کرد، اما وقتی ما رفتم اون خانه خالی بود. شاید به گرفتن هوای تازه برآمده. راست میگین. گرچه به فکر ما میگشت که شاید بیرون رفته باشه، منتظر ماندم که بیای، اما معلوم میشد کسی از اون خانه فرار کرده بود. تو کجا باشه؟ 4 اطراف خانه را به خاطر کدام رد پا گشتم، اما بیفایده بود. باز نفهمیدم که چی کنم و پیش شما آمدم یوسف خان. با تو یک نشانی دیگر آمیتم اونجا را بگی. چطور است آقا وحید؟ لطفاً بگوی نور چی شده؟ دلبدی و سرگنسیش هنوز ادامه داره. برایشان گفته بودم که باید استراحت کنن، اما واضح است که این کار نکرده و البته کوکایش باز شده. فکر کنم فشارشم از همین خاطر پایین میشه. یعنی کوکایش کاملا باز شدن دکتر صاحب؟ نه گپ قابل تشویش نیست. لازم نیست شما تشویش کنین. دخترم پرونده را عاجل به اتاقم ببر. ده همه اول به خانم باده گفته بودم، اما گپ ما قبول نکرد. بدون اینکه کدام مشکلی داشته باشه عملیاتش کردیم، در حالی که از خود مراقبت هم نمیکنه. اگر دکوکای چرک پیدا شوه باز مشکل ایجاد خواهد شد. پس حالا باید چی کنیم دکتر صاحب؟ اول باید خونش معاینه کنیم. فقط همون وقت میتونیم بفهمیم که منبع این مشکل چی بوده. حالا برایش یک دوا دادیم تا چند ساعت استراحت میکنه. فعلا همه چیز عادی پیش میره. آقا وحید، با پدر باده خود چیزی نگفتین اما تو نیست؟ افشا شدن ای گپ فقط شما را نه، بلکه مرم با خطر مواجه میسازه. خانم حمیده. این دختره ببین، ناک جان خدا به خطر انداخت. ببینم که عاقبت ای کارزی با کجا خود رسید.
خانم حمیده، یوسف خان شما را میخواد. تو کجا میری؟ به شرکت میرم. هوا کجاست؟ ما چی بفهمم که هوا کجاست؟ من میفهمم که در کجا بود. او در میمانخانه ما بود اما حال نیست. میخوایی بگویی که کار ما بوده؟ ها؟ خودت هم میبینی او هیچ در جای خود آرام نمیگیره. چرا خودش باید جای بره؟ یا مجبورش ساختین فرار کنه یا خودتان فرارش دادین. تو از پشت او دختر کسی را گماشتی؟ ها؟ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. تو هیچ میفهمی که چی گفته میری ها؟ درست است، درست است. ما دیگر نمیخوایم که نام هوا را بشنوم. میفهمیم به تشویشی چی هستم؟ ای که تو به باده چی گفتی؟ به خانمت. کدام باده ها؟ کدام باده؟ نمیفهمم چی برش گفتی که قسم وضعیتش خراب شده. از خدا بترس یوسف، او دختر بیچاره به خاطر تو میموره. او حتی از جان خود تیر شده. در جوابش همی کارا رو میکنی؟ تو بگو شرم نیست به لیاز خدا؟ چطور پیش دختره که گردهیش برات داده گفته میری هوا هوا هوا؟ تو هیچ وجدان نداری بچیم؟ ما هیچ نمیفهمم. خوب گوش کو که من برای تو چی میگم. اگه او دختره چیز شوه باز من شیر ما برات هیچ نمیبخشم. اگه هوا را چیز شوه قسم با خداست که طرفتان نمیبینم. تو امیره بفهم. فکر میکردم که بعد از مشکلات همه چیز خوب میشه. پیوند ما با گذشت زمان مستحکم میشه. اما این وضعیت ببین. وضعیت دخترم ببین. همین دیروز صحتش کاملا خوب بود. اما امروز در بستر مریضی است. او هم به خواست خودش به خاطر یوسف دخترم بیبی که به چه حالت رسیده. حالو چطور زندگی خواد کرد؟ اگه چیز شوه، اگه دختر یک دانه چیز شوه، باز من چی خواد کردم؟ تو چی میگی جلال جان؟ باده خوب است. او به خاطر که استراحت نکرده که کاش کم آسیب دیده، فقط همین. ای قسم فکر میکنی؟ یعنی همه چیز خوب خود شد؟ کل چیز پشت سر هم اتفاق افتاد، همون تو نیست؟ میشه با هم یک جا غذا بخوریم؟ شاید کم راحت شوی و شاید هم برات خوب باشه. نه خیر بیادر، کسی ندیدش. ما به تو هرچی که بگویم کم است. فکر کنم او دختر در زیر زمین رفته، در هیچ جای نیست بیادر. بگی به حمیده خانم زنگ بزن، برش بگو که دختر به خاطر خودت از پیش ما فرار کرد. دختر مقبولم، خدا به چی حال رساندی یک دانیم؟ ها؟ بیبی من همراه دکترم گپ زدم، برام گفت که شاید کوکایت میکروبی شده باشه. فکر کردم همراه من خداحافظی میکنه. دخترم او برات چی گفت؟ مرا رها میکنه.
ترک کرده پیش او میره. حتما اشتباه شنیدی باده. بدون تو کجا خود رفت؟ اگه بره پیش کی خود رفت؟ بیبی دخترام خو از اینجا روان میکنیم. اما من منصرف نمیشم. هیچ وقت منصرف نمیشم. ده هواپیما سوار شدن؟ به خدا هیچ نفهمیدم که چطور شد خانم امیده. او دختر مثل پرنده از اونجا پرواز کرده رفته. باور کنین کل جای میپالیم و حتما پیداش کرده براتون خبر میدیم. سلام علیکم کاکا. خوش آمدین، بفرمایین. میشه از تلفنتان استفاده کنم؟ میبخشی دخترم اما اجازه نداریم. کاکا موضوع مرگ و زندگی است لطفاً، به خاطر رضای خدا. پس درست است اما کم زودتر. تشکر، زنده باشین. بچه تو به گپای ما باور میکنی یا به گپای او پنار ها؟ با خدا خوب است یک دانیم حادثه کوچکی بود یوسف خان موتر اداره کده نتانست دست مام کمی او گار شد فقط همه قدر. بچم تشویش نکو از ما خوب مواظبت میکنن باور کو. بسیار متوجه مثلا هیچ گپ قابل تشویش نیست. درست است، زنده باشین. خدایا. تو حتی نمیفهمی کجا زنگ بزنی. هرچی پیش آمد خوش آمد. چند بار شد که اشتباه زنگ زدی. حق با شماست اما بسیار مهم است. با خدا به من هیچ غرض نیست. معلوم میشه که پول کافی هم نداری. چرا باید برات اجازه بدم؟ من خود انسانیت خدا کردم. تو شماره را یاد نداری دختره. بله شما درست میگین. برای دفعه آخر زنگ میزنم، درست است؟ بیبی خودت گفتی دفعه آخر است. یعنی یوسف خان خودش گفت که میخوای مرا ببینمت نیست؟ بله براتون خو گفتم، به تشویشتان بود. گفت من خو بلند شده نمیتونم، اگه میتونه او بیایه. چرا اینقدر تعجب کردین؟ شما سالها خدمتشو نکردین، باید اون به تشویشتان شده باشه. باز به شما هم تبدیل هوا شد. چی دیگه؟ ببینین چکر میزنین. دیگه تشویشی چی را دارین؟ چکر چی؟ مرا یک بارم از پایین نکدی. مقررات همین قسم است.
خاله جان خسته نباشه. خوش باشی. من و کاکا را میپالیدم، میخواستم ازش تشکری کنم. زنده باشین کاکا جان، خدا من خیرتان بده. اشتهای خوب. بیا که با هم بخوریم دختر جان. زنده باشین، نوش جانتان. دختر جان، بیا دخترم، بیا اینجا بشین. تو مسافر هستی دختر جان. تا که غذا نخوری اجازه نمیتمد که از اینجا بری. بشین. زنده باشین، خدا من ازتون راضی باشه. نوش جانت دخترم. دکتر گفت به زودی جوش میخوره. عملیات موفقانه سپری شد، خدا را شکر. کم کم درد میکنه اما در کل خوب هستم بچم، تشویش نکن. گناه ما بود، معذرت میخوایم خاله. دا حادثه که از مقصر شمرده نمیشه. اگه وضعیتت خوب می بود او حادثه صورت نمیگرفت. خدا را شکر کل ما خوب هستیم. تو هم سلامت هستی ماشاءالله. همی که از این پرسیده و خبر ما گرفتی برم کافیست یک دانیم. شما را به خاطر یک گپ دیگه خواستیم. خیرت باشه. بیازو همگی به زودی خبر میشن. از چی؟ از زنده بودن هوا. خاله اگه یوسف پشتی موضوع را ایلا کرد باز برم بابا هوا نیستی. باز خود دیدی. از شما قبلا هم پرسیده بودم، گفتین خیالاتی شده. میخواست فرار کنه و بره، اما پیداش کردم و اجازه ندادم. کل گپ برم گفت از اول تا آخر تمام کارا و یکی کی مسئولی کارا بوده. ما میخواستم به همگی بگویم نشان بدم که هوا زنده است، ولی یه اتفاق پیش آمد. بعداً دوباره از دست دادمش. چطور از دست دادیش؟ حال کجاست؟ نمیفهمم. خدا کنه جور باشه. ما فکر کردم شما ازش خبر دارین. فکر کردم به شما زنگ زده. خبر داشتین که زنده است نه؟ وقتی از شما پرسیدم میفهمیدین که زنده است. السلام علیکم ماما و علیکم سلام بچیم. در این خانه کسی زندگی میکنه؟ آه جان ماما، یک وقت از دود رو خانه دود بیرون میشد. آقا رمزی همراه دو دخترش زندگی میکردن. دختر خوردش عروس شد و به استانبول رفت. هوارم ده همون سن جوانی به خاک سپردن.
مادرشان هم از هم جدا شدن و رفتن. هیچ کس نمیفهمه که کجا رفتن. اگر اجازه است من باید به نماز برسم. خدا قبول کنم ماما جان. در مقابلتان چشم پر اشک استاد شدم، اما برام چیزی نگفتین. از اول مام خبر نداشتم بچم، قسم میخورم. وقت خبر شدم باز تو باده بیازو. خاله اینا کلش یک بهانه است. اگر برام میگفتین قسم میشد. میترسیدم بچه، اما از جان خود نه. میترسیدم که زندگی هوایم از بین نره. هوایم هیچ چیز مد نظر نگرفتم، میخواست پیشت بیایم. با همون وضعیت میخواست مقابلت بیایم، من مانع شدم. برش گفتم از اینجا برو. گفتم هر کس زندگی خود ساخته، تو هم برای خود برو. چرا مانع شده؟ از یک طرف مادر تو، از یک طرف دیگه هم هوا بود بچه. فکر کردین باور نمیکنم همتون نیست. اگه باور میکردی چی تغییر میکرد؟ همی که هوای من میدیدی باید با پدر و مادرت، با تمام خانوادت مقابله میکردی. یک زندگی نو آغاز میکردی، آسان خو نیست. فکر میکردم هوای من از بین خود رفت. شما مرا هیچ نمیشناختین خاله. ترا خو میشناختم، اما مادرت هم میشناسم بچه. وقت در مقابلم نام و نشان هوا را از بین برد، دیگه نتانستم نام هوا را بگیرم. باور کن بچه، من از این کار بسیار میترسیدم. ما همراه هوا وعده کردیم که او را چیزی نمیشه. من با در طلاق میتم و با هوا عروسی میکنم. وان که کلگی همه چیز بفهمن. کسی که مقصر از جزای خدا ببینه و در قصه هیچ کس نیست. بچه، خداوند ازت راضی باشه. من همه فهمیدم که تو او را قدر دوست داری. مرا ببخش. ما او را از جانم بیشتر دوست دارم. یک دانه حالا که از توی گپا را شنیدم، به خاطر تو هوایم هر کار را انجام میدم. به خاطر یک جای ساختن شما. ما باید او را پیدا کنم. هوا دختر بسیار هوشیار است. به این سادگی فریب کسی را نمیخوره یوسف. شماره شما پیش او است؟ در یک کاغذ نوشته کرده داده بودمش. خب درست است. اگر به من رسید به شما زنگ میزنه، حتما به من خبر حالا بدید. با اتاق میرم، موبایلم ده اونجاست. شاید برم زنگ بزنه، باید پیشش باشم. درست است. ما میبینم دیگه چی کده میتونم. خداوند همراهتان کمک کنه یک دانه. آمین. کافی است که او را چیزی نشه. اگه خواسته باشین پرستارا میخوایم. نه خیر نه خیر. خانم سلطانه، براتون گفته بودم حق ندارین بلند شوین. نتانستم این حرکت بتم، باز مجبور شدم که استاد شوم. چی کنم دیگه؟ درست است. حالا بشینن که با اتاقتان بریم. سلطانه، شفا باشه سلطانه. شفاست، زنده باشین. من میبرمش دخترم. درست است. زحمت نکش، من خودم رفتم میتونم. قسم نگو سلطانه جان، من میبرمت. هوا کجاست بگو؟ کدام هوا را میگی؟ تو سرمرش خند میزنی خانم حمیده. امرای ما بازی نکو سلطانه، برات بد خود شد.
در این دنیا کسی وجود داره که همراه تو بازی کرده بتانه؟ عجیب است به خدا. او را خودت با دستای خود به او دنیا فرستادی خانم. حال دیگه چی را ازم میپرسی ها؟ گپ ما گوش کو سلطانه. در این قسم یک اوضاع بحرانی تو در اتاق یوسف رفته چی کار داشتی؟ بگو درباره چی گپ زدین؟ تو باید مگس هر دوغ باشی، اما تو نیست ها؟ به خاطر نیت نیکیم با بسیار صمیمیت پیشش رفتم. شما هیچ کدامتان به پرسیدنم نامدین خانم حمیده. من به پرسیدن یوسف بچیم رفتم بودم. بیبی شیرم او صحیفه باز میکنی و کل چیزا فراموش میکنی. فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدم بیادرش، تشویش نکن. بلین دو داخل برو، ما از پشت میایم. درست است بیادر. خیریت باشه بلین. عکاسی کردم، کل جای گشتم، خوب چکر زدم، حالا پس میرم. ها فهمیدم. چرا برای موازی نمیگی که ترسیدم پیلین؟ اما حق داری، اگه ما میبودم میترسیدم. تو خدا آدم بد فکر میکنی، در حالی که من از تو هیچ نترسیده. بعد از دیدن او محمد شکسته که در وجودت نهفته است، دیگه اگه بخوای مرا ترسانده نمیتونی. ببین من از او خانمایی نیستم که هر دقیقه قهر و ناز کنم. اگه برام بگویی باش میباشم. از هیچ چیز نمیترسم. قلبت هیچ وقت ناراحت نمیسازم. حالی که نمیخوایی درست است میرم. اوه وکیل صاحب، حتما خبر خوش آوردی. موضوع را بسیار طولانی نمیکنه. راستش با من فرق نمیکنه. تنها چیزی که زیاد دارم وقت است. با زودی مکتوب دادگاه را دریافت میکنم. بخیر به هیچ راست ندارم. فکر میکنم در اظهارات تغییرات میآید. نظر به گپایتان فکر میکنیم زیاد معلومات جمع نکردین. اما راست میگن بعض تغییرات وجود خود داشت. باید ببینم که مفید میباشه یا خیر. امانت یلماز خان است. یلماز خان از شفاخانه مرخص شوند. باز همراه شما دوباره خواد دیدیم. اما ای را فراموش نکو. اما قسم که ای پوله برات میتیم، پس هم گرفته میتونیم. ضرورت نخواد شد، تشویش نکنین. شما باقیش آماده کنین. خداوند خیرتان بده. به یلماز خانم سلام مرا زیاد برسانین. بازش کدام میتونی؟ کار ما همیست بیادر. من میگم بیشکت از شیرم. زنده باشی. خداوند برکت به طبیعت. با این خود ما باشه. فهمیده شد کدام امر دیگه داشته باشیم. ایران بگی. بخیر. تشکر.
او چیز محمد؟ زنده باشین خاله جان. نوش جان دخترم. شما هم زنده باشین کاکا جان. بخیر بری پیش رایت خوبی. بازم زنده باشین. آهسته جانم، لطفاً دستتان تکان ندین. درست است. وقت نبودین برتان غذا آوردم، حال سرد شده، اگه خواسته باشین تبدیلش کنم. لازم نیست. دیگه ای که در موبایلتانم بسیار زنگ آمد. خوب استراحت کنین، درست است؟ خدا کنه دخترم زنگ زده باشه. همین تلفن است. بله. روزتان بخیر. شما به من زنگ زده بودین؟ شما کی هستین؟ من سلطان هستم. گفتین سلطانه؟ نه خیر، ما شما را نمیشناسیم. کسی دیگه خو از شما را زنگ نزده. یک دختر قد بلند و زیبا. ها، او دختره میگی؟ صبر کو یک بار ببینم. دخترم بیا زود باش، بده زود کو. چی شده خاله جان؟ گفتم زود باش. تو از اینجا به کدام خانم زنگ زده بودی؟ بله زنگ زده بودم خاله. بله خاله. دخترم خدا را شکر. خاله جان خدا را شکر که صدایت شنیدم. خدا را شکر که ما هم صدایت شنیدم. خاله من نرفتم، یوسف پیدا کردم، کل چیز برش گفتم. میفهمین از 3 نفر حمیده به مشکل فرار کردم. صبر کو دختر، صبر کو. همه چیزا میفهمم. یوسف برم گفت. یعنی چطور؟ شما امرا یوسف گپ زدین؟ البته که گپ زدیم دختر. اگر نی از کجا میفهمیدم؟ حالا گپا را بانو ایره بگو که فعلا کجاستی. یوسف پیشت روان میکنم دخترم. بچه بفهمم. صبر کنین که پرسان کنم. صبر کو، چیز نپرس دخترم. گوش که برات چی میگم. حالا به یک تاکسی سوار شو، به یک جای دور برو که هیچ کسی پیدات کرده نتانه هوا دخترم. اما کجا برم خاله؟ به همون غار برو. گفتی غار؟ ها، همون جایی که همیشه تو توپراک میرفتین همونجا برو دخترم. درست است. شما راست میگین، در اونجا کسی پیدایم کرده نمیتونه. ها، تو همونجا برو، ما یوسف پیشت روان میکنم. درست است. خاله خدا را شکر که شما هستین. اگر این نمیفهمیدم که چی کنم؟ دختر صبر داشته باش، اول به هم برسین، بازی گپا را بگو. انشالله دختریم. همین که شما به هم برسین دیگه هیچ ارمان ندارم. به خدا گوسفند قربانی میکنم. زنده باشین. خب دیگه حالا من میرم. به خدا سپردمتان. خداحافظ. خدایا تو به این دو دل داده کمک کو، اشر حمیده حفظشان کو، کمکشان کو خدایا. نتایج معایناتتان معلوم شد خانم باده و نتایج چیزایی را نشان میده که هیچ انتظارش نداشتیم. مثلا چی؟ خوش آمدین. بفرمایید. بسیار زیاد تشکر. اینجا را به خاطر خودت انتخاب کردم. بیبی شوربایی که خوش دارین، غذای ایتالیایی هم دارن. شما یه غذا را ترجیح میدین، اما تو نیست؟
قسم معلوم میشه که به زور اینجا ورده باشمتان. راستش حق هم دارین. همگی در شفاخانه هستن و ما کجا آمدیم؟ بیاین که بریم. بعد از این به من تو بگو فامیلی. شما چی میگین مادر جون؟ حتی تا فکر مام نمی آمد. بیازو تا وقت آقا وحید برم نگفته بود خبر نداشتم. ای باده تو راست میگی؟ آی بسیار خوش شدم. بسیار زیاد خوش شدم. بخیز که با یوسف مژده بتیم. دختر مقبول من. بخیز. بچه چی شده خاله؟ بلند شده میتونی؟ بله میتونم. چی شده؟ هوا زنگ زده بود. منتظر تو از بچه. در کجاست؟ به نظرتون این موضوع تاثیر خود داشت؟ وقت با چشمای خود دیدی باز باور میکنی. ایران بسته کنم. حالا کمه عقب برو. بسیار شیک شدی. حالا جانم را برارم بگی. بچه نشانی را درست فهمیدی؟ اونجا یک کم دور است. یک بار سر پایم استاد شوم باز پالیده پیداش میکنم. اگه خواسته باشی ما امرت میایم. نخیر خاله نخیر. شما کار خود انجام داده. باقیش خودم حل میکنم. بیبی اگه به چیزی ضرورت داشتن برام زنگ بزنن. متوجه دخترم باش. نمان که او را چیز شوه یک دانیم. ما به خاطرتون جان خودم میتو. شما تشویش نکنین. او پیش ما امانت است. بیا دخترم. اوه سلطانه ماشاءالله خوب شدی. بی عقلی نکو بچیم. تو کجا میری یک دانیم؟ کار دارم باید برم مادر. تو تازه عملیات شدی بچیم. در این وضعیتت میخوایی که بیرون بری؟ صبر کو من میخوایم یک گپ مهمه برات بگویم. حالا سلطانه تو بیرون برو جانم. لطفاً ما را چند دقیقه تنها بان. یوسف کجا میری؟ گفتم که کار دارم مداخله نکنه. ای چی حال است بلیاز خدا؟ ما میخوایم برای تو یک خبر خوش به تو. تو نمیخوایی که با هم این خبر خوش تجلیل کنیم؟ خبر خوش چی؟ باده نسل بعدی ما را متولد میسازه. ای بار واقعا پدر میشی یک دانه. متعجب شدین ای بچیم؟ راستش من بسیار تعجب کردم. وقت دکترها برم گفتن هیچ باور کردن نتونستم، اما ای که ما چقدر خوش شدیم خداوند میفهمه. خداوند شاهد است. دخترم بسیار خوش شدیم نی؟ اینجا هستین سلطانه خانم. وقت دوا خوردنتان شده باید حال در اتاقتان باشین.
ما به تشویش یلماز خان بودم. اما اگه این قسم هر دقیقه بگردین خوب نمیشین. بیاین که شما را در اتاقتان ببرم. خدا را 1000 بار شکر. با وجودی همه مصیبت ها این خبر خوش کاملا روی مرا شاد ساخت. خب بزرگای ما به جا گفتن در پشت هر تاریکی یک روشنی نهفته است. راست گفتن به خدا. راست میگن یا ای هم یکی از برنامه شما است مادر؟ نه خیر. بیبی در اینجا نوشته است. اگه با چشمای خود نمیدیدم من باور نمیکردم. این بسیار یک خبر خوش است نه؟ تو همیشه یک طفل میخواستی، این هم طفل یوسف. یوسف خان، من باید شما را معاینه کنم. بادا خانم، چرا شما استراحت نیستین؟ نباید قسم استاد باشین. راست میگین. با سطحتان بازی نکنین خانم. باید به اتاقتان برین. شنیدی بادا جان؟ دکتر صاحب کاملا راست میگه. حالا دخترم برو استراحت کن. حالا دیگه باز بعدن گپ بزنین. یوسف خان، شما باید استراحت کنین. دیدن حتی یک ذره بچه‌تان خوش نشد. دخترم تا هنوز یوسف هیچ چیز درست نفهمیده. بلیاز خدا، من خود طفل نیستم. اگه کمی هم خوش میشد چیزی میگفت. خب فرض کنیم از هیجان چیزی نگفت، حداقل با چشمای خود وانمود میکرد که خوش هستم. باده جان، مردا در این کار هیچ وقت خوشی خود اظهار نمیکنن، ننگشان میایه. ایره باید بفهمی. وقتی که موضوع طفل باشه باید یکم وقت برشان بتیم تا درست فکر کرده بتانن. کم صبر داشته باش دخترم تا که او بیچاره کم درک کنه. باز خود دیدی که خودش خط آمد. وقتی که ما پیش یوسف رفتیم او آماده شده بود کجا بره؟ شما با ما گفتن که او دختر دستگیر کردین، راست است؟ خب دیگه حال این کار با او چی ربط داره؟ به خاطر که وقت شوهرم ناراحت میشه بغیر از او دختر دیگه هیچ کس به فکرم نمیآید. آی باده، با خدا قسم است که از خاطر تو یک روز دیوانه خود شدم. دختر بس است دیگه. دخترم تو مادر طفل یوسف میشی، فهمیدی؟ باز بچه ما چطور تو را قسم رها کده میتونه؟ وجدانش هیچ قبول نمیکنه. یک دانیم بیبی همه چیز خوب میشه، همه چیز تغییر خواهد کرد. با ما باور کن، ما بچه ما بسیار خوب میشناسم. امیدوار هستم که گپتان راست برایه. درست است همینجا استاد کنین. مطمئن هستین که همینجاست خواهر جان؟ مطمئن هستم، بفهمم همینجاست. غلط نکردیم. اما من پول ندارم. آره همسرم پشت میه. وقت آمد باز پول میپردازم. درست است؟ از اول هیچ سوار نمیشدی خواهر. ما باید هرچی زودتر موتر به ایستگاه برسانم. خدایا مرا ببخشین، فکرم نشد که از اول براتون بگم. اما شما به ایستگاه برین. همین که همسرم آمد به ایستگاه میایم و پولم میپردازیم. درست است؟ بدنتان انرژی داره، گردایتان خوب فعالیت میکنن، یعنی کدام خطر نیست، اما باید متوجه خود باشین.
فهمیدم. زنده باشین دکتر صاحب. راستی ما هم خبر خوش شنیدم. تبریک باشه. خبر خوش چی؟ خانمتان باردار است. زنده باشین. تشکر میکنم. دکتر صاحب یک گپ ازتان میپرسیدم. بفرمایین. خانم ما تازه به خاطر گردش عملیات شده. درست است که این موضوع وقت مطرح نشده بود، اما به او دوای بهشتی تطبیق کردنی به طفل ما ضرر نخواهد داشت. دقیقاً. او را یک دکتر نسایی باید حتما معاینه کند. بله. در شفاخانه دکتر نسایی است؟ البته که است. اگه خواسته باشین فردا براتان وقت میگیرم. نمیشه که امروز بگیرین؟ یعنی همیاله که اینجا هستیم کارم تمام شود. ما یک بار میبینم باز براتان میگم. شفا باشه. درست است. تشکر میکنم. اوف خدایا. اوی. هنوز هیچ کسی معلوم نمیشه که به خواهر. تشویش نکنین، در آسال خود رسید. شما رو از کار کشیدم، میبخشین. اما یک قسم خود همیشه خواهر جان. میایه گفتم مرا در اینجا نگاه کردین. کجا هست که میایه؟ درست است، میفهمم حق به جانب هستین. برای زنگ زدم نمیتونم، موبایل خود در خانه فراموش کردیم. میشه که از موبایل شما استفاده کنم؟ توبه استغفر الله، یکمی کم بود. درست از قهر نچین، هر قدر که پول شما میپردازم. دستتون به یک مدت دگام باید بسته بانه. هم حمل کردن گچ برتان آسان میسازه و هم خطرش کم است. اما شما بازم احتیاط کنین که زودتر خوب شوین. یک قسم زخم سرما تاثیر نمیکنه، تشویش نکن. اگه چیزی ضرورت داشتین دکمه را فشار بدین. زنده باشی. خواهش میکنم. بله خالم هستم. با آرزویت رسیدی، به خاطر تشکری زنگ زدی؟ تشکر چی خاله؟ یوسف هنوز نامده. چطور امکان داره؟ من از امکانش چی بفهمم؟ نامده دیگه. من به خاطری که زود برسم تاکسی گرفتم. آلیام پول ندارم و راننده‌ام سرم گپ زده میره. تو بگو چی کنم خاله؟ برش زنگ زدی؟ زنگ زدم، موبایلش خاموش است. درست است. ما یک بار برم اتاقش ببینم. منتظر ما باش، جای نری. درست است؟ ما یک راه پیدا میکنم. درست است قربان چم، فقط عجله کو. بلی واسه خدا. الا دیگه. زنده باشین بیادر جان، بسیار تشکر. نزدیک از امیال میرسه. با خدا نزدیک و دورش نمیفهمم. 5 دقیقه دیگه منتظر میباشم. اگه شوهرت آمد به پلیس زنگ میزنم، بازم رای اونها گپ بزنیم. امی مانده بود که یام سرم گپ بزنه. یوسف بیا بچیم. من نگفتم که بچیم قلب مهربان داره؟ ها؟ بیبی که به تشویشت شده، زود خدا پیشت رسون. من بسیار هیجانی هستم یوسف. هنوزم باورم نمیشه. راستش پیشترم رای دکتر گپ زدم. گفت باید پیش دکتر نسایی بریم. این گپ دیگه از کجا شد بچیم؟ از کجا شود دیگه مادر؟ گفتم رای دکتر گپ زدم. دکتر گفت شاید به طفل ضرر رسیده باشه، یعنی باید یک بار معاینه شوی. من کاملا خوب هستم و طفل مام شاید خوب باشه. باده. درست است، من میفهم که طفل میخوایی، اما لازم نیست خود خواهی کنی. شاید طفل آسیب دیده باشه، تو دوای بیهوشی نارکوز استفاده کردی. یک بار معاینه شوی. گفتم که خوب هستم یوسف. طفلم خوب است. باز هر مشکل یک چاره داره و ما این طفل میخوایم. این گپ از همه چیز مهمتر است، نه؟
ما وقت ملاقات با دکتر تعیین کردیم. یک بار تو را معاینه کنه، باز بعدن گپ خود زدیم. همیاله؟ بله همیاله. ببینن اگه مشکلی باشه باید تداوی کنن. توبه توبه، چرا اینقدر عجله داری یوسف بچیم؟ باز چرا این بیچاره پیش یک دکتر بیگانه معاینه شوه بچیم؟ ما از خود دکتر داریم اما تو نیست؟ فردا از دکتر خود وقت میگیریم و پیش او میریم. چرا فردا؟ کدام دکتر؟ این وضعیت خطرناک است. باید عجله کنیم. یوسف حق بجانب است مادر. هر چی زودتر باید معاینه شوم. ای به خوبی و خوشی کل ماست، به خصوص از ما و یوسف. درست است، درست است. بچه بعد شما برین مزود میایم. کدام مشکلی هست؟ هیچ مشکلی نیست. درست است بچیم، درست است. ما پایین میریم. وقتی این زن نزدیک یوسف میبینم خود با سختی اداره میکنم. آی بادا، او زن حال دیگه فراموش که دخترم. درباره چیزی که باید حالا فکر کنیم دکتر نسایی است که تو رو معاینه کنه. چرا باید به تشویش این موضوع باشه؟ در ذهنم بعضی گپای خراب میگرده دختر. ما باید بعضی معاینات انجام میدادم. از این خاطر پیش هوا رفتن نتونستم خاله. خودت جگر خون نساز. او دختر ده اونجا تناز، اما من همیال پیشش میرم، تو تشویش نکن. بگوین که ما پیشش میایم و دیگه هیچ وقت ازم جدا نمیشیم و تمامی مشکلات حل خود شدن. ایره برش بگوی. حالا که سرگپت استادستی قلب مام راحت شد. تمام گپا رو به هوا میگم. با امید خدا به هم میرسیم انشالله خاله جان. من دیگه میرم. خاله ایره بگیرین همراهتان باشه، شاید ضرورت شود. زنده باشی بچه، زود میرم پس میایم. اونا تشویش انتقال گرده را دارن مادر، اما گرده مجور و سلامت است. من احساس درد ندارم، خوب هستم. از همین خاطر هر چیز زودتر میخوایم معاینه شوم که از این جنجالا نجات پیدا کنم. اوف بادا، اوف تو هیچ گپ مرا نفهمیدی دختر ساده. حالی دکتر تو را یک قسم ساده معاینه نخواد که فهمیدی؟ وقتی معاینه التراساوند نکنه میفهمه که نقل گرده اصلا انجام نشده، باز وقت چی کنیم؟ این دو موضوع با هم چی ربطی دارن؟ گرده من خود معاینه نمیکنم، فقط میبینن که طفل خوب است یا نه. دختره یک بار خوب فکر کن. تمام این موضوع سر گردی تو تنها نمیچرخه، فهمیدی؟ اگه بخواد که یک بار ببینه باز چی؟ ها؟ اگه بفهمه که هیچ عملیات صورت نگرفته دروغ است، باز چی خواهد شد؟ رفته به یوسف همه چیز بگویه، باز چی کنیم؟ آی من در این مورد هیچ فکر نکرده بودم. حالا چی کنیم مادر؟ همراه دکتر گپ میزنیم، میگیم که دان خود بسته نگاه کنه. بله راست میگی، فقط که دکتر نوکر 40 ساله ماست دختر. او را در کجا میشناسیم بگو؟ ها؟ اگه مثل کلک رازگوی همه چیز برش بگویه باز چه تو؟ آه جانم تو اینجا هستی؟ ما منتظر تو بودیم. از این طرف بیایی. کجا فرار میکنی بچم؟ منتظر بودم که میای همان آمدی. چرا فرار کنم پدر؟ لباسم تبدیل میکردم. محمد از تو سوال میکنم بچم. مرا راحت بانین پدر. بچم وقت از اتاق بیرون شدی دستت اسلحه بود. او اسلحه پیش چی میکرد؟ او از کی است؟ پدر باش که معرفیتان کنم. دوست دخترم پیلین. پیلین پدرم.
سلام، از دیدنتان خوش شدم. با هم خوش شدم. ما با دیدن کاکایت با شفاخانه میرم. باز دایی بارا بعدن گپ میزنیم. محمد چی شده؟ کدام مشکلی است؟ ها محمد؟ محمدی چی است؟ شما حق دارین تشویش کنین یوسف خان. بعد از این قسم عملیات ثقیل مریضای بارداره خطر تهدید میکنه. خوب شد که آمدین، اما قبل از دیدن نتایج چیزی براتون گفتن نمیتونیم، یعنی هنوز فهمیده نمیشه. اگه میخواین داخل رفته میتونین. یوسف جان، شاید باده خود ناراحت احساس کنه. اگه خواسته باشی میریم در بیرون منتظر میباشیم. شما مداخله نکنین. باید فراموش کنی که اسلحه را دیدی. چرا؟ به خاطر که دفنش میکنم. چرا؟ به خاطر که کسی پیداش نکنه؟ تو اینجا به خاطر عکاسی آمده بودی متمیز؟ عکس طبیعی و در کارهای ما دخالت نکن. احساساتی شدن بزرگترین صدمه رو به انسان میرسانه. هر کاری انجام میدی پیش از او یک بار فکر کن. وقتی عصبانی نیستی هیچ کاری انجام ندی. اینجاست. طفلتون کاملا صحتمند معلوم میشه. طفل همو است؟ بله، اما هنوز بسیار خرد است. اگه مویناتم خلاص شده باشه میخوایم بلند شم و ما عکس را ببینم. خانم باده لطفاً بدون حرکت استراحت کنین، یک چیزی بررسی میکنم. کدام مشکلی است؟ یوسف فکر خراب نکن. خانم دکتر خو گفت طفل کدام مشکلی نداره. عملیات نقل گرده را ده همین شفاخانه انجام دادین؟ بله. با خاطر او عملیات کدام مشکل است؟ یک مشکل خورده است. باید موضوع را با دیگه دکتر در جریان بانم. حال به اجازهتان باید برم. با اتاق انتظار راهنماییشان کو. اینجا بیشی دخترم بیشی.
بله. آقا وحید، من دکتر ملکه هستم. در مورد یک مریض معلومات میخواستم. بفرمایین. گوش میکنم. چند دقیقه پیش باده خانجی اغلو را معاینه کردم. فکر کنم عملیات نقل و گردش شما انجام دادین. بله. پس به خاطر گرفتن مشوره شما را تا اینجا زحمت میتم آقا وحید. چیزی را که خود دیدین شما را متعجب میسازه. درست است، میایم. بسیار خوب. دیگه مرا چقدر منتظر میمانی خواهر؟ باز از کجا بفهمم که دروغ نمیگی؟ ما چرا به تو دروغ بگویم بدر جان؟ چی بفهمم؟ در این زمانه سر هیچ کس اعتماد نمیشه. دزد و فریبکار در این دنیا بسیار زیاد هستن. من چطور سر تو اعتماد کنم؟ بیبی چند ساعت تیر شد. پول من خو ندادی، اما خود مام در اینجا زندانی ساختی. پول ندارم. خب میگین چی کنم؟ توبه توبه گفتم که میای پولتام میتم. هنوزم میگه که پولت میتم. چی حال است؟ پس تو میخوایی که تا شب منتظر باشیم؟ از گوانتانامو خو نمیایه؟ از کجا بفهمم کسی که میایه پول داره یا نه؟ داره تشویش نکن. هم تو را میخره و هم ایستگاهته. او خانجی اغلوس. توبه دهنم باز نکن. بله خانجی اغلو. خانم مام انجلینا جولی است، اما ایف که کسی باور نمیکنه. بایدم باور نکنی. احمق. تو با کی زنگ میزنی؟ اما از این گپای مفتاد دیگه خسته شدیم. پلیس بیای باز مشکلت به اونها بگو. اینه خودش آمد. خاله خانجی اغلو را ببین. خانجی اغلو را. تو چی میگی؟ ها؟ تو چی گفته میری؟ چقدر پول میخوایی؟ اما را از کارم کشید. از 1 ساعت زیادتر میشه که اینجا منتظر هستم. در ضمن از تلفن ما استفاده کرد. درست است، فهمیدم درست است. بگی. اما این خو زیاد است. راست میگی. زود شو از اینجا گم شو. خاله شما چرا زخمی شدین؟ یوسف چرا نامد؟ شما چرا آمدین؟ چی شده؟ ما و یوسف حادثه کردیم دختریم. چی؟ خب مشکل چی از خانم ملکه؟ ما میخواستم از شما می سواله بپرسم. در پرونده خانم باده نقل گرده درد شده، اما گردش خود جایش است. با مسلکتانم شوخی میکنین؟ شوهرش کجاست؟ شوهرش هم رایش است. با یوسف خان خود چیزی نگفتین؟ از این وضعیت چیزی فهمیده؟ شما چی میگین آقا وحید؟ روز بخیر. ما ساعت 4:30 نوبت گرفتیم. درست است، بفرمایید. چقدر منتظر بانیم. اینا چرا خبر نمیتن؟ بچیم دکتر خو گفت که امرای دیگه دکتر گپ میزنه. در ضمن تو چرا اینقدر به تشویش هستی ها؟ اگه تو این قسم کنی خانمت دگام پریشان میشه. او چرا باید پریشان شود؟ به خاطر همو اینجا هستیم. چرا گپشان اقا طولانی شد؟ 1 معاینه تلویزیونی است دیگه. توبه. خاله قربانت شم، برم راست بگوین. اگه دوستم دارین راست بگوین. یوسف چیزی نشدنی؟ دخترم به سر امین قسم میخورم. خدا را شکر خوب است اما اقدر حادثه کوچکم نبود. از جاش بلند شده نمیتونست. اگه در دست خودش می بود بال کشیده اینجا خدا میرسان. کاش که
بگو این حادثه چطور رخ داد؟ چی قسم شد؟ دفعتا دست و پاش بیز شد دختره. تبر وقت گردش از فعالیت افتید وضعیتش خراب شد. گرده چی؟ چطور وضعش خراب شد؟ راستش گردش کاملا از کار افتیده بود. وقت مرمی خورده بود یک شزده زاده بود. تو از یاب خبر نداری؟ در هر جای مثل دیوانا گرده می پالیدم اما کسی کمک نکرد. بیاین که اونجا بریم. زود باشین استانتشون، بیاین که بریم. دختر تو دیوانه شده چی میکنی؟ ها؟ اونا فکر میکنه تو مردی ده بین اونا تو اونجا میری؟ من میرم، البته که میرم. فکر کردین من رقصی مردم هستم؟ قلبم میسوزد. چرا نمیفهمین گرده مرا بگیرن اما یوسف ما چیزی نشه؟ هوا چی؟ صبر کن، مشکل یوسف دیگه حل شده. گرده برش پیدا کردیم. پس چرا از اول نمیگین؟ کم بود قلبم استاد شوه. پیدا شده اما چی خاله؟ باده گرده خدا به یوسف داده. من بازیچه دست شما شده نمیتونم. باید برشان بگویم. در اینجا چی جریان دارم؟ قواعد توضیحات لازمه برتان میده. چی را توضیح میتی؟ نگفته بودم در دور برم نبینمت؟ مرا به خاطر مشوره اینجا خواستم. مشوره چی احمق؟ مشوره چی؟ یوسف لطفا آرام باش، آرام باش یوسف. بچیم بلیاز خدا. در کار ما داخل نکو آدم پست. احمق شرف. بچیم داره چی شده؟ بلیاز خدا کم آرام باش. چرا متوجه؟ چرا آرام باشم؟ ها؟ چرا آرام باشم؟ گزارش مرگ هوا را می آماده کرده بود و گزارش های دیگرم. فکر میکنین فراموش کردیم ها؟ دلت جمع باشه دختر. یوسف فقط از توست. خاطرت جمع باشه. میفهمیدم که یک مشکل پیش خود آمد و حالا به او دختر دل میسوزانه. عروس و خوشو دوباره دست یکی کردن. اوه خدایا. اوه من همراه کی گپ میزنم؟ ها؟ او میفهمید که گرده است که بازم خواست که پیشت بیایه. پس آمدنش چی معنی میته؟ به چشمای سل کردم پرسیدم باور کو هوا. گفتم تو یک جهان مدیون خانمت هستی. گفت به بادت جان خودم میتونم اما قلب خود داده نمیتونم. او مربوط حواس فهمیدی؟ گفت باده را طلاق میتونم، همراه تو ازدواج میکنم. اگه دروغ بگویم خدا مرا جزا بده. به خاطری که من جگر خون نشم شما هی گپا را خونه میگین. اما تو نیست خاله جان راستش بگوی. هوا با چشمایم سر کده فکر کن. باید سرم باور کنی. ما کدام وقت با تو دروغ گفتیم دختر؟ ها؟ در وقتش برات نگفته بودم که برو زندگی خدا بساز. گفتم از یوسف منصرف شو. من خو احمق نیستم چرا تو رو دا آتش بندازم دختر؟ اگه یوسفی گپا برم نگفته باشه من چرا نقطه رو امیدوار بسازم؟ دشمنت خو نیستم. شما خو مرا فریب نمیتونی. میخواین که بالایتان باور کنم؟ من همه قدر بد هستم؟ من همه قدر یک زن بد هستم؟ این کار کده میتونم؟ همیشه در روزای بدت ما بودم دختر. پس تو میتونم به تو دروغ بگویم؟ تمام دنیای یوسف فقط تو هستی. قسم میخورم.
خدایا. صبر کو به دست میاریش. او در وضعیت خوبی نیست دخترم. اول پدرش و حالی هم یاد است، تو هم درکش کن. بعد از هر تاریکی روشنی است. در جایی که آب رفته بازم میره دخترم. من به خاطر شما هر کاری که از دستم بیایه انجام میتونم، درست است؟ پیش از اینکه هوا تاریک شود از اینجا بریم. کجا خاطر رفتیم خاله؟ صبر کن، یک جای پیدا میکنیم. بخیز، بیا دخترم. گپای خود براتون گفتم آقا وحید. حالا به خاطر افشا نشدن این موضوع شما میفهمین که چی باید کنن. ما یک دوست خوده که دکتر از پیش شما روان میکنم و کل چیزا برش واضح میگم. خانم باده شما تشویش نکنه. انشالله که شخص قابل اعتماد خود بود. اگه آدم قابل اعتماد نمی بود بیا از خود ما انتخابش نمیکردم. اما پیش از آمدن به ما یک بار خبر بتین که میخوایم همراش جدا گپ بزنم. درست است خانم باده. بادا جان، همه چیز خوب است نه دخترم؟ بله مادر جان. آقا وحید نمونه خونه ما به خاطر معاینه گرفت. فردا نتایج معلوم میشه. به اینجا دفعه خون میگیرن. به هر صورت بیا زو همی که معاینات خلاص شود من پیش دکتر متخصص خود یک بار میرم. چطور مادر؟ خوب میکنی دخترم. دیگه خودت که خون نساز، درست است؟ حالا دیگه بیا. بیاین مادر جان. در اینجا پشان پر نمیزن آدم خوبان. در فکر هیچ کسی نمیه که تو در اینجا می باشی. چی شده دختر؟ چرا استادستی؟ بیا زود شو. آخرین بار از این خانه به خاطر رفتن به عروسی یوسف برآمده بودم. تو هنوزم روز فراموش نکردی هوا؟ او گپا رو دیگه آب برد و گو خورد. فعلا در اینجا مهمان هستیم. بیا دیگه دختر. فکر کنم کلش همی است. فکر کنم یک چیز روشن است. کارهای پدر کور مغزت است. حتما با عجله خانه را ترک کرده، یادش رفته که چراغ خاموش کنه. بیا. بالاخره خدا به یک جای امن رساندیم. خدای شکرت. ای چی است دختر؟ ای چی است؟ خاله این خانه بعد از رفتن ما چقدر تغییر کرده. میبینی دیوارا، الماریا، کل چیز تغییر دادن، اما تو نیست. یا هم کارهای پدرت است.
به خاطر روز مبادا همه چیز تغییر داده، دیگه چی کنه؟ خانم سلطانه تو یک دانه خسته شدینی؟ حالا دیگه 2 نفر هستین. باید زیاد استراحت کنی و متوجه باشی. درست است؟ ما میرم کم استراحت میکنم. یوسف فردا نتایج معلوم میشه. هیچ مشکل نخواد بود، تشویش نکن. درست است، تو حالا دایی مورد فکر نکن. متوجه خود باش. رشید اینجا چی میکنه خاله؟ دست سطل پر از چوب بود. ما از مشکل فرار میکنیم، مشکل خودش از پشت ما آمده میره. کاکا رشید اینا چشماش باز کرد. کاکا رشید، آقا رشید گپ بزن. آقا رشید چشماتون باز کنین، ببینین هیچ لازم نیست که بترسین. هوش کنین، باز بیهوش نشین. یک دقیقه آقا رشید چشماتون بسته نکنین. لطفاً از موی سفیدتون بشرمین. لازم نیست بترسین، من مردیم زنده هستم کاکا رشید. توبه استغفر الله. ای چه قسمش هست؟ ببینین چیزی که میبینی واقعیت داره. حال با هوش آمدی. برده گپ میگم، به هیچ کسی نباید بگویی که هوا را در اینجا دیدی. درست است آقا رشید؟ این چیزا نفهمیدم. با یک دختر مرده پیش ما آمده بالای مامور کده نمیتونی. از این او دا پیوند کن. حالا همی کم مانده بود که یوم سر ما گپ میسنه. میبینی؟ ای که چرا و به کدام مقصد اینجا آمدیم نمیفهمم. زود از اینجا گم شوین. کاکا رشید چی میکنی؟ تفنگ پایین بان. بسم الله بسم الله. این کار نکن رشید. اگر پشیمان میشی بس است. پشیمان نمیشم، اما شما به مزرعه رسانده نمیتونین. من امرای شما کاری ندارم خانم سلطانه. در ضمن نمیخوایم چیزی را بفهمم. زنده شدن یک مرده فقط یک معجزه بوده میتونه. از اینجا گم شوین. اگر نه پلیس خبر میکنم. شکر که بالاخره خوابید. با چیز خو شک نکرد نه مادر؟ نه خیر جانم، با چیز شک نکردم. امروز خو با یک جنجال تیر شد. نمیفهم فردا چی تو سپری خود شد. دخترم ای حاملگی گپ یک روز و 2 روز نیست، فهمیدی؟ 9 ماه باید پیش دکتر برین و بیاین. با خدا اعصاب خدا از دست میدم. اگه او خبر شود چی کنیم؟ شما مرا بیشتر از این به تشویش نسازین لطفاً. بیازو به اندازه کافی خودم میترسم. همه چیز درست میسازم، شما تشویش نکنین. همون قسمه که در قدر مدت زنده بودن هوا پنهان ماند، ایام با همون شکل پنهان میمانه. از برکت ای طفل ما و یوسف هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. خاله صبر کنین. کاکا رشید
قسمی که فکر میکنین او تو نیست. شما نمیفهمین که من چه سختیایی را کشیدم. فقط به خاطر جدایی از یوسف من مرده ثابت کردن. شما نمیفهمین که ما چقدر زجر کشیدیم. به خاطر پنهان شدن اینجا آمدیم. خانه پدرم است. از کجا میفهمیدم که شما اینجا هستین؟ سلا را پایین بارین. من مثل دخترتان هستم. چرا باید به شما ضرر برسانم؟ صبر کن. اگه گپا به یوسف برسه او بفهمه که طرف ما سلا گرفتی، باز نمیفهمم که جواب او رو چه قسم میدی آدم احمق. دا پلوی یک دختر مرده تو هستی. ما از کجا بفهمم که تو بیگناه هستی؟ شایدی دختر از ترس قبر به تو چیز گفتن نمیتونه. پایین که چرا ایتا؟ تو اسب سواری کده عقل خود از دست دادی. خاله شما چی میگین؟ یک بار فکر کنین. میفهمی تو از اول خوشم نمیامدی سلطان خانم. او بسیار جگر خون شدم به خدا. تو خودت چی فکر کردی؟ تو کی هستی که مرا خوش داشته باشی یا نداشته باشی احمق؟ راست میگی؟ برو گم شو درد تا با پلیس بگو. برو. از بخت بعد ما دیگه برق میگیرم ما را علکی نکنه. حالت چوب باشین قربانتان شام کاکا رشید. قسمی که فکر میکنین او تو نیست. خالیم به این کار کدام گناهی نداره. او هم تا دیروز از زنده بودن من خبر نداشت. باور کنین مثل شما تازه خبر شده. این کارا نکنین کاکا جان. یوسف تمام چیزا میفهمه. تصمیم داریم که پیش پلیس رفته کلی چیزا بگیم، اما تا فرصت پیدا نشده. اینو پایین کنین. فرصتی چی دختر؟ یک دفعه میگی که مظلوم هستی، میگی که در حقت ظلم شده، پس در مقابل عدالت برآمده. حق خدا به دست بیار. با این قسم در هر گوشه پنهان شدن خو نمیشه. میفهمی کودن چی را میگن؟ کودن کور مغز میگن. تو کودن هستی. فکر احمقت همه قدر کار میته. این چیزا به نظر خودمون نمیایه ها؟ فکر میکنی کار قدر ساده است؟ تو مرا گفتی؟ خالت چوب باش بلیاز خدا. کاکا رشید ببینین قربانتان شم، لطفا درکم کنین. من هیچ جایی برای رفتن ندارم. در سر سرک ماندیم. حیران ماندیم که چی کنم. آمدیم که در این خانه باشم. مرا پیش خود نگاه کنین، برام جای بتین لطفا. خالی مام آرام خواهد شد. بذار یوسف تا یکی دو روز دیگه پشت میای و من از اینجا میبره. اما تو نیست خاله. بیا که بریم. همه قدر شیرین زبانی بس است. بانک خانه را همراه خود با گور ببره. کسی که انسانیت نداره رحم دیگه از کجا کنه؟ خوب بیبی از بس که از پاره تربیه کرده انسانیت خدا فراموش کرده آدم احمق. بیا که بریم. بتنیش به من. فقط هم یک شب بودن میتونه. انجام بدی دوبار فکر کن. اولین فکری که به ذهنت میایه از کین از انجامش ندی. توبه هیچ حساب کار اینا رو نفهمیدم. تو هیچ تشویش نکن دخترم. کس اینجا به تعقیبت نمیایه. یوسف هم فردا اینجا میایه. درست است؟ انشالله خاله جان. خاله شکر که تو را دارم. زنده باشین. بسیار دوستتان دارم. راستش شکر که زنده هستی دخترم. بعضی وقت که تو رو در آغوش میگیرم فکر میکنم که خواب میبینم. از دیوانم خود دور نگاه کن. به خاطر که ازش هیچ خوشم نمیایه.
برین. درست است. خب دیگه مسافرت ما تا همینجا بود. شما بسیار به زحمت شدین. اما شب خوب بود. اگه خواسته باشین امشب به شفاخانه نرین آقا جلال. یعنی اگه فردا برین بهتر است. به خاطر یه گپ براتون میگم که خسته شدین. وقتی که با تو باشم هیچ وقت احساس خستگی نمیکنم. تشکر. قیدش باز نمیشه. بابا اجازه بدی. به خاطر امشب بسیار تشکر. شب بخیر. خوب است یوسف بچم، خوب است، تشویش نکن. وقت فهمید که حادثه کردی بسیار جگرخون شد، اما تو خودت او رو میفهمی. وقت از این حادثه خبر شد کم بود که دیوانه شود چیغ زده میگفت که میرم به یوسف گردی خودم میتم، با مشکل آرامش ساختم. او تمام زندگیم است. میفهمین او همه چیزم است. وقت فهمید باده به تو گردی خود داده کمی ترسید بچم. به خاطر که نگوی من دارش هستم میلاش کده نمیتونم، اما از اینکه تو رو بسیار خوب میشناسم و با خود بلد هستم گفتم تو این کار نمی کنی. برش گفتم یوسف خان جان خودم میته اما از تو تیر نمیشه. گفتم تو رو بسیار دوست داره اما او دختر هیچ قبول نمیکنه. راست گفتن که نیمه عشق ترس است. کاش که میدیدین وقت گپایتانه برش گفتم چقدر خوش شد بچم. حالی آن فقط منتظری است که خوب شوی و پیشش بری. یوسف بچه معاینات انجام دادی؟ تکمیل شد یا نه؟ انجام دادم. ها خوب است. انشالله به زودی به همدیگه تان میرسین یوسف بچه. انشالله. این آخرین شب خود بود که از همدیگه جدا می باشین. انشالله. خاله به خاطر همه چیز تشکر. خواهش میکنم یوسف بچه. برتان شب راحت میخوایم. با امید دیدار.